صدا چهار درد فرا رسید. دیانیس از بطن مادر چو طوفان بیرون آمد. اما مادرش در زیر جیرای برق عمرش را برمحل برباد. زئوس پسر نارسیده خود را به بغل گرفت و در زیرش پنهان کرده گفت بیا پسرم، من تو را در بطن مردانم جا میکنم و به تو دیانیس نام میگذارم. وقتی فرصت فرا رسید زئوس خدای شاخدار را تولید کرد و از ما برای تاج از سما ندیامین جانب این رسم است و کبانوان نازنین سر خود را با ثمر این جانور زد. اما چشمش از اولاد فیلکیانم. مرا یک زمان در همین جا مادرم سمل بر اثر یادش پدرم زئوس به وجد آمده، بر محال به دنیا آمده. من خداوندم، آره خداوندم، لیک به شکل صورت آدمی نزد شما آمدم. دیوارهای باختر را، وادیهای لیدیا را، تمام آسیا را گشتم. من در آسیا عید و جشن را جاری کردم و از مردم چون خدا احترام دیدم. بینک باری نخست خاک یونان را خبردار کردم. به شما فیلکیان رقص و سرود و شراب
میلم به شراب بینا باشد دایم گوشم به نیور باشد دایم های کیست نفتی در بوده زود بیا من باید با خوجام آخورم او اقامت خمیده و من معتبد امروز چوبدست به دست گیریم و فقید نبریده پرداخته سری تبیده من را با عشق پیچان آرام و تارا دیم گر کودکان خاکی مرا کوده کنند آن کوده پر از شراب باشد دایم رقیم و سرایم مسلس مردم یهودان فرصتی برآمدن نیافتم پیل خردمند را اهل آواز شناختم این که چیزها بیراهم برتنم بیقیده آره من این کام تا قدرتی هست امروز دلم میخواهد که دیوانیس را دست بسازم عرض گذارم خداوند که بر یلداخیل شده مدیره من است از محترم آدمی چالاک و تنانا مصلحت غریب هستی همانی موی سفید روزگار دیده باور دارم ایستا مگر همین طور نیست؟ ها همین طور نبود من بگو چگونه رقصم چطور پایمانم و تیر را نسر افشان تا قدرت در نهاد خود یافتم و آمده‌ام با چوب دستی مخه زمین کوبم دیدم که خوشحالی بار سالها را از راه آدم نباید بود و پس احساسی سبوکی میبخشد من هم در چنین حالم ای خواجه‌ام جوانم و وطنی و قیام درآیم ما مگر در این بزم و شادی تنهایم کجایم دیگر شهروندان روتوس دیگر آدمی با عقل نشد پس شده مادی سامن ترسی دست بیده انا دستی من ای خواجه‌ام اون رو به دستانم دیدیش نه من قدرتی نفرت به خدایان ندارم من بنده‌ام بله نزدی خدایان دانایی و خودنمایی هیچ چیز نیست روایت و وصیتی پدران همچون ایام کهنه و قدیمی مکنی آن سخنی که رد کرده تمام رفت بیگناه خردمند در فضای عقل و ادراک معلق بماند وانگه دیگران طعنه خواهند زد شرم و حیا آر و ناموستان کجا شد باز موی سفید از گروه برگی آشتی پیچان تاج بر سر نهاده برست در آمدنی وظیفه من تو را حمایت کردن است. من میرم این که شاهی رو از من قبول کرده بود به اینجا آمد و خیلی در غضب است. او گوش کنیم و چی ها میگفته باشد. برخانم برگشتن زمان از 4 خبری ناخوش میشنوم. بدبختی مگر ناگهان هستگی پا برآمده است که فیفکیان هم خانواده فرزندان را پرداخته کار سرسری میگردند. برقص و پاکوبی و سرافشانی میپرستند خدا دیانیز را که بدانم چه خداست.
ولی بدرونی بیشه میتوند تا لذتی وصلی مرد بچشند. بعضی ها را دست گرفتند در حبس خوانند کنند، موی سرشان را خاک می تراشند و آنهای را که از نظر ما گریختند همه را در کیفران دست می گیریم. خلاچه تو ساخت مختم اندهی خدا اگر به آن نگی خدا پرست کرد اصرانی آن خورا اکرده باشی توی خوشبختم توی خوشبختم توی خوشبختم توی خوشبختم. چی شده بود؟ باز بگوید کدام یک جا بودن اصلیه و دیاری ما فیوه آمده است. موی سرش سراپا دیلا رنگ و خوشبوی از سحر و جادوی افرودیت برخوردار است. ولی چشمانش شهادت میدهند که فریبگر است. فدراغوشی دختران بانها احتراسی آسمانی خدا را یاد بدهد. اگر به دستم افتد چه زارش خواهی کنونی؟ گوشهایم باور نمیکنم. من از آنها چه انتظار شدم وقت شما این به لباس ببر کرده این به رفتار چوریس خیرتمندی صاحب و پدری محترم گویا به حالم خونده این گونه لباس ببر کردند. بابا آیا من میتوانم پیری را که معنایش را گم کرده است احترام و پرستش نمایم؟ تو مزفت در نهایت کار عاشق پرچان را از سرت میگیری. و دستت را از شب دست آزاد بسازه. وقتی که در کشور خورسندی و نشاط را جاری کردن میخواهم تو وحشی میخواهی من کنی؟ چرا با ما نیستی؟ چرا بیگانگی میکنی؟ اثبات کردن میخواهی که از زواده خیالی خونخوار مخلوق وحشی هستی که با خدایان میجنگی. دفاع نه تو نه خدا
بیانگور شاکی یافته است و به بندگان داده است و سینه شیرین غم را زمانی بدبخت شراب انگور سیر می شود خیال غم و خواب و خور به گوشه فراموش می روند و داروی بهترین از رقت می تابد. اما تو پنپه تن بیده نباید پادشاهت امر فرمایی آدمان باشد. اگر عقل کفته باشد پس فکر کن. خود باوری حکومت چی معنا دارد، اما دیانیست نباید زنها را در عشق ورزی خودخواهی را نماید. زمانی که خلق نزد قدر جمع آیند شهروندان پنپه را وقت می نمایند. تو راضی خانه هستی دیانیست نیست. همچنین جگربندم اینه که نکبت و هدایت خود داد از خطیب خانان مگذر در حلقه ما باش. حالا که پین پیتن جانت بشکست است بیا از عاشق پیشان بر سرت تاج دهیم شرف درود و وقت خوانیم. گم شو مای سفرت برم مای خارگی کن ابلهی حقیانت را بر من نچسبان برای حقلی کاستد مربیت جواب میگوید. شما و دیگران در فیوا از پایین بازداشت مرد زمانند لیدگی شود. آیا که کسانی گشتار شدید آورده جاگه نگاه را داغدار ساخته است. دست و پا بسته زنجیر بند سم خوردم باشد نزد من بیارید. های بدبختی ناپاک چه ها میگویی؟ عقل باخته بودی باز به بطرت افتادی. عقل تمکین انسان را حمایت میکند. رفتیم ای خواجم عبادت کنیم از بحر شفایی این دیوانه بر غضب آمده. باز خداوند برتری شهر دیگر یکان آفتی بیشتری ندهد. عاقبت شکست آوری پلید و بیشرف و ابله بیشک انیق است. عقل و تمکین انسان را حمایت میکند. عقل و ادراک و تحمل پاسبان انسان است. به این وسیله زندگی خبیث عصر میگذرد وقت منتظر نیست. خدایان با عقل را میشناسند. بهر آرزوهای خیالی شده تو بخت را از دست میرهانی. خدایان بیشرف را میبینند. این خیل آدمان به نظرم بیمار یا ابله میتابند. مردم مصیبت را انتظار شوید. و میبینم که مویهای پرتابو سرطرافتت از دو بری رویت آویزان و دلکش میتابند و پشتی سفیدت را نه در آفتابی سوزان
بلکه در هوای سرد و مساعد پرورده‌ای خاصه زمانی که به زیباکیت که پرید این نازنین را میره بودی دیگه صاحب احترام از ذاتی کی فس کجایی دفانه تو دفانه خدای ایستاده دیانیس هستم احمد رو تو شکرنده تو توی رنده خدای شهر شکوفای اتمار از حدی قانون نکن ما باش دیدیم بازنم حالا که تو زنده ما باش این همه نزاکت و اسرار از کجاست خود دیانیس بیسر زک هدایتگرمان بود برو میان وقت شرفت انگیزی چی مگم زفت خدایان نو را به دنیا آفریده بخشش و خوشبختی بنده خدا اگر به عالمی خدا پیوسته اسرار آنها را نکرده باشی چه که خوشبختم چه که خوشبختم چه که خوشبختم در مخلص جمع کنی تو ماهیر شما شبانه خدمت گزینت یا روزانه البته شب تاریکی جذابیت دارد در تنگنای شب زنها از ره زدن آسان گویا که آنها را روزانه افراد دادن امکان ناپذیر است تو فراموش کرده ای که این چه اقدام است و تو کی هستی؟ من کی هستم؟ من کی هستم؟ من بخشش و خوشبختی بنده خدا اگر به عالمی خدا پیوسته اسرار آنها را درک کرده باشی چه که خوشبختم چه که خوشبختم نمیدونی چی کار کرده ایستاده ای حتی از نامت گویی بدبختی میاد بنبی تو را برای این رفتارهایت خدا جزا میده ولی من در آن سوی خدا را نمیبینم او همینجاست تو که ناپاکی نمیبینی که همراهت آورده ای میفروشم چون کارگر زن منفیتشان میرسد ولی بیدان تو رو برای رفتارهای نام خود دیانیس امانه که بدن نخواستیم جزا میگرد خدا بیناست
ملت بزرس جانان بهار شده است و کی می آیی جانان بهار شده است و کی می آیی جوان وقتی گلی خار شده است و کی می آیی جوان تو وعده به برفای زمستان دادی جوان برفها همه آب شدند و کی می آیی مستی مستونه
حاصل جنگ بنده با خدا. یک چون دیگر غم و خیال جلوه‌ای نیست به نزد شما میروم نازنینان. غضبش را به حزم میگردانم. خیرتمند باید تحمل پذیر من به تو گفته بودم بلفی الان یکی از آنها را تلفن‌ها شناختند. این مادری حکم فرما عقب بود و دو خواهرش. آنها در آنجا چگونه افتادند؟ آنها از برگ و نوده‌های صنوبر و برود جایگاه آراسته به راحت می‌خوابیدند. در آغوشی کوه‌ها یا در آغوشی آسمان؟ ناخود عقب از جا جهیده برخاست و با آوازی بلند دیگران را بیدار کرد. آنها مویهایشان را به کیش انداخته و تن لباسی نیم برهنه پوشیدند و تنشان پوستی آهوی رنگ را پوشیدند و میانشان را با مار پیچاندیدند و مار روی آنها را می‌لسید. گوگازاکو اشتر تو شاه وقت هر آن لحظه می‌زدی. اگر همه این را با چشمان خود می‌دیدی وقتی خود به پیش پایش سرخم می‌کردی. یکی از چوپان‌ها گفت بیایید از گردابی بازی مادر شاه عدوه را می‌دوزدیم. این به شاه محکوم می‌شود. با شنیدن آواز چوپان‌ها عدوه فریاد زد
ایوان و کبانوان مردها را داره، آنها را پاره کنه که آنها بدون عزت آنها خراب بودند. یک بانو با پودا در افتاده، یک مادربابی سیدهش از شیر دویده را کچانه میکرد، دیگری یک مادر را پاره کرده، شکمش را به یک طرف و در کشش را به دیگر اندر پرتاب و باقی مانده ای یکتین مناجین را و بالای تنگ هوا دادند و سری بردگاه‌های ساختن را من خودم همه این گپ ها حقیقت است. موجودیت او را اعتراف نما و این بیسر و سامانه ها خاتمه نیابند. من خودم این بیسر و سامانه ها را خاتمه میبخشم. آخر من شاه پسری اخیان خونخوار هستم. های جوان، خدا حرکتی نباشد، خداوندی بزرگ است، و اطاعت نما. نمیدونم راست است یا دروغ، از روی شنیدم خداوند و آدمان برای تسکین درد و غم انجام داده است. خدا بگو بی شراب کجاست عشق و محبت؟ بی شراب کجاست خوشنودی؟ برای حاکمی بیدادگر سخن آزادی گفتن خفناک است، اما من میگویم ولی اصل خدایان دیانیست قوی تر است. خداوند شما بحری تسکین درد شراب را آفریده است. یعنی به شراب عشق و محبت نیست، به شراب زندگی نیست، وجود ندارد. اینک به اینجا هم رسید چون علنگه سوختار خزینه آمد. چه شرمندگیست به یونانیان، فرصتی انتظاری و اندیشه نماند. گشنه شما مان هسته، شما خور داره، شما شمشیر داره، شمشیرها را برداره، ما به یوریش نبرایم لیک زنها. چی آفت است، چی آفت است وقت زن مرد را تحقیر میکند. چی آفت است.
راضی باش که از بندم رها یافتی وگرنه باز دوباره میبندم. بله قربانی میارم از برای دنیز در درهای کفران زنها را سر میزنم. دوستم حالا این کام است که کار را به نیکی انجام دهم. من خودم اونها را به جنگ به نزدیک او برمیگردانم. تو احمق میخوای از چنگم تا آسانی رها یابی. بزرگای آنها کجاست؟ نشان ده. تو میخوای آنها را بیاد بسیار 1000 تنگه میدادم. چی باعث شد که در دلت دیدنی فهبه بانوان را برد؟ من آنها را مست و شرمسار دیدنیم. روزی اول در دلم تخمی محبت کاشتی، روزی آخر از همی غمی تو دل برداشتی. تو میخوایی با خوشنودی و خواهیش این فاجعه را ببینی؟ بله زیر درختی صنوبر نفس نبرآورده چین می نشستم. هر کجا پنهان نشد تو را در میآورد، به آنجا نرسیده تو را میکشد. از آمدنت اگر خبر نداشتم یاره، هم در عجب و عجب و من در عجب است یاره. بپد راست با آنجا من تنها نمیروم، همراه هم میروی. یعنی که براه میبریم. بسیار خوب، من آماده. زودتر وقت رو از دست نمیده. ایستا تو اول باید لباس زنانه بپوشی. سمسقی جان پیاله پرمای کن، شیرین زبان پیاله پرمای کن. چرا؟ مگر به شماری زن بایش بدرویم؟ البته آنها مرد را بینند نکشند. آفرین را عقل و تجربه. این سنت را به من خودی دنیز داده. بهترین اما چی سال به سقوط رساندم؟ در همانجا در نزد قصر من به تو لباس زنانه میپوشانم و به دستت چوبکس میدیم. در لباس زن مرد مسافر شرمم میآید. یعنی که از دیدن آنها دست و دل شستی. نمیخوام. بگو بدنم چی باشم؟ شیمت را کشیده به جایش اعزار زنانه میپوشی. بسنه روی ما میبرم. توانی لباسی زنانه پوشیدن ندارم. یعنی با آنها در محاربه خون ریختن اولاتر است. همین خیلی چرا عاقل کند کاری که عورت پشیمانی؟ در قیاس تحقیر زنها اینش به هر حال بهتر. ملاحظه دارم که چی بهتر جنگیدن یا از دامان مشورتی تو گرفتن؟ وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا، شدنی مست چرا، یالا بر دست چرا، تا بگه کشی با بگسن هست چرا. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. زنها پنفیل خود با آغوش مرد می رود و او را جزای وهبه بانوان انتظار است. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. نیست تو آن قریبی و بهر جزای یاری می رسانی. رحمتش رو بیدار ساز، دیوانه کن دیوانه. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. هیچ نخواست از روی عقل سالم لباس زنانه بپوشد. بگذار از عقل دیوانه شود، پاداشش این است. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. و بر اثر تهدیدهای دیروزش نزد فیرگیان خنده‌سار بماند وقتی که با لباس زنانه به نزد ایشان برود. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. اینک بیروم لباس پنفه را پوشانم و با همان لباس از دست مادر کشته شده با آغوش مرد برود. وای 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 مستی چرا، وای وای وای
7 دروازه‌دار نیز دود تا بتابا. تو مردی مسافر به نظرم برزگاه می نمایی. هنر شاخهای بالای سرت را می بینم. تو بیشتر هم درنده بودی. بیباس برزگاهی عنایت خداوند پدید آمد پنفی. تو همان را میبینی که باید میدیدی. تو خالم رو میبینی یا مادرم رو؟ ظاهرا به هر دو بانو مانند. افروخترین چهره زیتابی عرقی مردی مسافر اینجا بین. از طرف راست کشان آمده است، از طرف دیگر درست بگو. من چوب دست را و کدام دست بینم تا به محوامونی اصیل تبدیل یابم. بر دفتری دلهات چی بیشتر زدهی پا بدیست که به دستی چپ بگیری و به پای راست تکیه زنی. فکر من کیفرام و محوامونمان را به کیتی برداشته میتوانم. بسته عقلت سالم نبود، حالا به جایش آمده است. عقلم در جایش. مرا رای کلچه های کلام ببرد. به این کار نمایی من خود قادرم. خود تنها از برای شهر جمع کنی. حالا میروی تو را مبارزه سزاوار انتظار و پیش برای نجات پنفی. تو را به آنجا رسانم و از آنجا خلاص میکنم. همه نمایش داده. برای همین را میروم. تو نمیروی، تو را برداشته میبرم. من دبدبا مادر در روی دست برایم حضور فراغت بیام. اگر این رو حضور فراغت من سزاواری شهرتم. دهشت‌انگیز و رفتاری دهشت‌آور و شهرت پنفی تا آسمان‌ها می‌رسد. اگر به او خواهد شما زادگان کهن پنفی جهان را به اختیارتان می‌سپارد. به محاربه بیامران غلبه نصیبی ماست. بیدان شاه پنفی دیگر وجود ندارد. تهنیست شرف به تو خداوند بزرگ. چه گستاخیه به خاندان ما بدبختی آمد، اما توی زن خوشحالی میکنی. من با سرود اشتراگران خود وصف خدا کردم. دیگر از بند غلامی نمی هراسم. امر فرمای من دیانیست پیشدی زفت. امر فرمای من فیوگیانده. بگذار شاد باشی،
اما ایزن با آوازی بلند از بدبختی بیگانگان خوشحالی لازم نیست. چگونه بدبختی بی عقل هلاک شدی گفت؟ یا به گردابی جنایتکارانش گفتید؟ در آن درجه‌ای اطرافش پر از خرسنگ و درختانی کاج، در جایهایش آبی صبح و بی‌غبار روان، در زیر درختان و کبانوان نشسته نازنینان، هر کسی با کار خود مشغول، یکی به عاشقی پیشان به پیشان به چوب دست، دیگری با آوازی وحکگی سرود زمزمه میکرد، ولی پنپه آنها را نمیدید. شمایان کسی را فرستادم که وی به شب پر از جوان دختران، من به نزد شما کسی را فرستادم که وی به تمام شب گناهکار جزا بیند. بگذار گناهکار جزا بیند. بگذار گناهکار جزا بیند. بانوان از جای برخاستند، از هیجان به هر طرف می‌نگریستند. اگر آواز خدا را شناخت و همه را بیدار کرد، دیدن بالای چند پنپه نشستند، به او درخت دیدند. پنپه با نبض خود را محافظت میکرد و آنها چوب دستها را به طرفش هوا دادند. چوب دستها نمی‌رسید چون که پنپه بیچاره بلند نشسته بود. آنها دیگری سنگ را کافتند، نشد. اگر گفت بیاید دوره گرفته آن سنگ را تیله دهیم، شاید آن جوان از بالای سنگ بیفتد و تیر و اطراف ما را فاش ننماید. و همین طور هم کردم. پنپه جان آبی جانکای کرد از بالای سنگ به زمین افتید و اگر اولین شده بطنی او درفتید. وی خشمگینانه دست چپ پنپه را گرفته پایش را بطنی گذاشت و کمی ایستاده دستی او را کند. چه خیلی بدبختی. خواهر عقب از دیگر طرف آمده گوشتی او را میکند. دیگر خواهرش هم به او درفتید. پنپه آهی جانهای کنده نفسهای آخری میکشید. بانوان شاد و خرم با پسمانده پنپه درفتیدند. وی را پاره کردند. یکی دستش را کشانه کرده میبود، دیگر پای افطارش را، سیمی باشد کله ای او را از بدن جدا کرد. اگر وی دیوان افطار کله پنپه را چون رمزی ظفر کله جانور پنداشته به چوب خرانی و سراسری کتیران آسوده حالانه قدم میزد. اینک اگر وی دیوان افطار از سیف کثافت باری خود وقت برقرار میکرد که در شکارش مددگارش بود. اینک اگر وی دیوان افطار حالا به اینجا آمده است، از من خود را باید دور گرفت. بله، خاکساری و خدمت خدا این یکی از صفتهای بهترین است. هر کسی در حیاتش آن را مقدس بشمارد بیشک خردمند است.
با قاسم ببره. غنیمتت را میگیرم. بیا بابا خوشحالی کن. ببین جانورک شناختن ممکن کن. این سید کیست؟ من اولین شده دست گرفتم. وحشی جانوری جوان، وحشی شکوفا، وحشی زیبا. واه یا پاگم بدن. چه سرپش؟ آره خدای ما شکارچی ماهی خیلی استکار و مامنت ها هم سفران نازنین را سایز های برد. شاهنشاه در شکار بیهم تا تو را وصف می نمایی؟ البته وصف میکنم. فیوگیان همراه اما پسر او مرا تعریف میکند. برای سید گرفتن؟ نه برای آن که ماده شعر تولید شدم. شرف به تو. در پرتوی شهرت افتخار میکنی. نباشد چه؟ انا این سید غنیمت که سراسری فیور را به حیرات انداخته است. کارنامت شایسته است اگرد کاسه صبرشان لبریز شد. عاقبت سید شکارت را نمایش ده. بیاید نظارت کنه. انا غنیمت ما دخترانی کدم جانور را دست گرفته. اینجا نیزه های خودی فیصلی دخل ندارد. ما جانور را با بندیدان نه بلکه با انگشتانی دستانی سفیدمان داشته. ما جانور را دست گرفتیم و بدون کاردشان جسدش را پاره کردیم. فاجعه گوش نشنید. پدر تو فخر بکن بدان که کسی هنوز از بندگان این گونه دختران را به دنیا نآورده است.
برای همه می داشتم. تو موی سفید دوستانت رو دعوت نما و بس می شد کنی. مگر تو از سید پرشرفی دختره و شور و شب نمی افتی؟ اگوا این غمان دو بار سر تو این بار سر من ها آن خداوند دولت پیش بود آمد ولی میرم حتی با اولادان خشم شبخند نکرد. پنفه ایمان کجاست توه؟ بیگذار برایم و به سنگ مادری خوشتاله نظر کنم. ها؟ پدر سر کی را حالا در دست داری اگوا کی را؟ این جانور با من خدا میتر گفته آنجا. درستر بینگر این کلا مگر بسری جانور مالنده انا جسد با عذاب پیدا کردم. نخواه به دیوانگی این مادر پسر پاسخ گویم. چون شما او نخواست خدا را بشناسد و بسری همه بدبختی آورد. پنفی شما کل اولاد نابود شد و من این موی سفید که خدایان پسر ندادند مجبورم بر روی پسر بدزاد بنگرم که به رحمانه و شرمنده بار کشته شده است. فرزندم اهل خانوادم با هزار آرزو بر روی تو می‌نگریست. تو پشت و پناه همان بوده. تمام شهر از تو به وجد می آمد پنفی و تقدیری من موی سفید که بر روی تو می نگریست کسی به خیالشم نمی آورد. اکنون احتمال شاید مرا شرمنده بار از خانه رانند. ای بنده خدا گر به اوج آسمان رسیده روی مرگ را ببینا بر خدایان اعتماد آور. موی سفید با تو رحمم میآید. هرچند که پنفی شراب تلخ نوشید اما مزهش بحر بابا تلختر است. این را به شما من میگویم. دیانیس پسر زفس که نه از بنده از خدا رویده. اگر شما در نهادم تولید زفس را اعتراف میکرده من حالا به شما همچون اتفاقچی صداقت پیشه بختتان مینامدم.
ما گناهکاریم دیونیس شفقت کن. افسوس شما به خدا دیر رو آمده. گپت حق است ولی آیا تو به حد سخت گیری؟ من از بندگان تحقیر زیاد دیدم. ولی آیا غضب بندگان و خدایان خاص است؟ پدرم زفس همه را بر وقت حل کرد. تمام و سلام و سفه تاریکی و درغه تاریکی و درغه. چی چاره؟ تقدیر از دو سر پیش می آید. هرچند که به حد دیر شده است دخترانی بدبخت مرا نزد خواهرانم برید. بدبختی من آنها را همراه خود بگیرم. بدبختی تا عذابی رامدگی را به هم بینه. بدبختی هم گشتی که را بدبختی هرگز چشمانم ندیدم. بدبختی ظهورات مختلف اراده آسمانی اسرارتان را بندش درک نمی کند. چقدر آرزو و امید برباد رفته بدون که خداوند اکثرا غیر چشمداش لطف و عنایت می کند. اما این لحظه فاجعه ما انتقام می‌یابد. ما را ببخش